زندگی چیه؟ همه زندگیش دلم جمع میگذارد. جدا نگذارد برفتی های در یک ماه، در یک سال، در 2 سال بیا. یک ماه 2 ماه پیش زن بس و دیگه با تیرماز خدا خواست. ولی بعض جوانان زن گفته هستن بلدش گفتگی است. میدونه بلدش خردگی است. یک ماه 20 روزه 20 روز با زندگی بکنن من پرد ملادیم بعد اونجا براد خدا خواهد اونجا بسیار زن اونجا زنهای بیتموز پر میگردد بعدی بیچاره کجا برود کی دست کند کی شکایت کند کجا برود همین گوت نه هر روز انت یک بگه نتش بحث میکنن من مثال تو میارم حیوان هم مثال تو میارم هر بگه امشکاسی یک بگه نتش آقل هم بکچونن امی من گجاشی چوار پره گل کردی ام من ندادی زن که جای هم ختمون خودت خدا خواهد انشاءالله زن شو و خدا خواهد سفر برا کنی گجا در نمیکنه گجا نمیخوره بلیم انصاف هم در کار است زفت کنه ننو رسی چون نپرده برفت از 10 سال 5 سال بیچاره خدا خواهد دختراش خواهد بچه ها خواهد مادر چنی خودش تربیه میکنه نیاد نبرد مادر ضعیف است چنی خود سیاست میکند مرد چنی خود سیاست دارد ما میدانیم خدا خواهد شما در مسافرت میگرده اکثر لذت های زندگی مشقت هاش و دشوارش نمیدونه بلکه شما آگاه باشین انشاءالله خدا خواهد برادرها انشاءالله خدا خواهد زنها خار نکن پگه خدا خارت میکنه قدر زن نرسی الله نمیرسونه یک روز برای فقط خدمت نیست و غلام نیست از اون بعد جوانا مبادا زنش یک ناز کله گفت زنه حقارتش میکنه از با بجای یک اقلا در همونجا استاده گبی خوبش نمیزنی های ناانصاف اومده نمیتونی اقلا گپای شیرینش نمیزنی خدا مرم زنه جان صبر کن خدا خواهد انشاءالله میرم من 1 سال نیم سال که کارم ندهی دستش چیکار کنم التماس بکنم نمیتونه بجای با یک بیچاره حتی با مادر وای بوده است که در جمعیت ما به شوهرش گپ زدن نمیمونده است انا دهشتاش در کجا بوده است شکایت های ملتی دست است خواهرها پیشوی ما آمده در کابینت من خواهدشا پرداخته رفته سادیه این زندگی نیست همین اون چه که خدا خواهد انشاءالله میخواهی زنتونم روا بین زنم میخواهد انشاءالله خدا خواهد ششلی خورد زنم میخواهد انشاءالله آش خورد زنم میخواهد انشاءالله سمبوسه خورد زنم میخواهد در چهارخونه رفته شیند نمیخواهد چون محیا کرد نمیتونی برای شما دلیل میارم از بازار من میدانم خدا خواهد من توریم گوشتان در سودا میکنم از همین بازار جدا زور کند 1 کیلو 1 کیلو گوشت میگیرد 2 کیلو گوشت میگیرد نه که 1 کیلو گوشت بچه ها تا جورش میخورم بعد خونش آورده با چی میگفته است اینا نمک کلمون با خود نخری میمون میباید این کجاست عدالت است اگر خدا خودم گوشت خونه نورده زنت نده انشاءالله تاری سر نبرداشتت نگرده تو درود کن همون چیزای خوبه همون چیزای زیباره همون چیزای خدا خواهد شرایطاش مهیا کن یک دهن گپ نمیزنه چون شرایطی خوب ندارد بر ما کلونگری که در کوچه ها میگرده حتی خدا سبحانه و تعالی بینن در قرآن چی گفته است که شما زندگی های خوب کنه 5 هر در بالای ما و شما هست یک تاش میگد آن چی که خری همسر تا خورو هم 2 تا شاشی خودی می 2 تا شاشی گیر بیار 2 تا سمبوسه خودی می 2 تا سمبوسهش بیار آن چی که میگه پوشونی پوشانش وقتی که ما شما 200,000 و 300,000 شیم کسی میخرید برای چی ذات نمیخرید کنی برابری برادری کن و بیچاره من فصل زمستان میشه برداز معصی ندارد لباس های تنوک بیچاره خونه کنه لرزیدن تا بگانیه با کار میکنن این کجاش انصاف است کجاش عدالت است عزیزانی من این همش توصیه چی است پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم است صبر کنین طاقت کنین انشاءالله خدا خواهد زنها را حرمت کنین زنها را باید که مردها را حرمت کنن
چقدر در بالای زن گفتیم برای که زن ها میگیم. زنم انشاءالله خدا خواهد من عروسی امشبه امروزه که اینجا اومد وظیفه خدا خواهد باید که دختریش کند. وظیفه چی است امروز؟ الحمدلله امروز در خاندان همچون دختر قبولش میکنن یا نمی؟ اگه معتبر خدا خواهد یعنی همسرشون که دید دخترم گفتم معامله میکنن یا نمی؟ دخترم گفتم مراجعت میکنن اگه باید که دختریش کند خدا خواهد انشاءالله. از دست چی هنر می آید چی کار می آید دریغ ندار. خدمت که خدا خواهد حرمت که 18 ساله که پدر تربیت داد امروز در 18 سال می شود. این مردم زنهای بیگانه می آید تو را می سنجن من این سرها رفتار میکنه چقدر گفتار میکنه چی میگوید چقدر معامله میکنه می سنجد شما در سنجش الهی هستی. برای همین اولا خدا خواهد شوهر تا حرمت کن. روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی داره عزیزان من. محکمه سودی ما شما را سود میکنه. مثل امروز سودای دنیا خدا خواهد روز قیامت الله ما شما را سود میکنه. یک مردار روز قیامت بعد نماز و طاعت و عبادت و روزه و زکات و حجش از حق پدرش میپرسد. پدر تا خدمت کردی نه. زنها را بعد از طاعت و عبادت و نماز و روزش از حق شوهرش میپرسد. اگر شوهرش راضی باشد با جنت میدرد الا نمیدراید. جنت جای بازی نیست. برای جنت چیکار میکنی؟ عمل میکنی. برای جنت حرکت میکنی انشاءالله خدا خواهد. زنها حیات نبراید. ایو امراتی مگه پیغمبر بزرگوار ماتت و زوجها ان راضین دخل الجنه. کدام زنی که وفات کند در دنیا اگر شوهرش ایره و راضی باشد انشاءالله جنت بدهد الا نه. کدام زنی که گفت پیغمبر بزرگوار 5 وقت نماز خوند عورتاش از مردای بیگانه محکم کند حجاب کند شوهرش خدمت کند ای کدام دری که جنت که 8 دروازه دارد از کدامش خواهد الله سبحانه و تعالی روز قیامت داخلش میکند. زنها هم خدا خواهد ایاد نبرارن. زنها هم وظیفه دشوارترین است. پیغمبر علیه السلام گفت اگر خدا سبحانه و تعالی انسان را سجده کردن میفرمود من زنها را برای شوهرها سجده کردن میفرمیدم. تو اینقدر بزرگی دارد. اگر سجده کردن خدا اجازت میداد لیکن سجده کردن برای انسان با انسان کفر است. من سجد لبنی آدم فقط کفر گفت پیغمبر. کسی که آدم را سجده میکنند و کافر میشود. من پیغمبر بزرگوار فاطمه مادر نگفته که سخناش بس همین دخترها میرسانم. یک روز بینین فاطمه مادر نو به حضرت علی هزل مذاق میکنند. وقتی که هزل و مذاق میکنند یک کمی سر سختتر میزند حضرت علی خفه میشود. 7 مراتب در اطرافش دور میزند میگه زن جان راضی شو مرد جان راضی شو من خطا کردم. حضرت علی تبسم میکنند من راضی هستم لیکن طاقت نمیکند. حضرت فاطمه مادر بود پیغمبر علیه السلام بهترین دختر شو شیرین ترین دختر شو دوام میگه پیش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میگه پدر جان یک گناه کردم. بچم چی کردی گناه؟ همین گناه همین که داماد شما علی خفا کردم. من گناه از خدا پرسید. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دست بالا نبرداشت. یگانه یک سخن کرده گفتن که یا گفتن فاطمه علی راضی شد گفتن علی راضی شد. علی راضی شد حاجتی از خدا پرسیدن نیست. یا که آگاه باشن که لو متی قبل رضای علی ولا تصلی جنازتکی. اگر علی خفا میکرد و میمردی من جنازت نمیخوندم. تو نگو که من دختر پیغمبر هستم. اگر گفت رسول الله کدام زنی که مثل بی مریم عبادت داشته باشه مثل بی مریم میدانی که خدا خسوله مریم است. بی مریم زن صالحه بود که از ماند 100 مراتب افضل بود که از جنت برای دسترخوان می اومد. اگر مثل همین گفت طاعت عبادت کند و شوهرش ناراضی باشد وای دوزخی است. تیار نبرد تو زن شده مفتخلاقات بسیار بالا نمیبری. وظیفه های خلاقت زنانه تا حرمت عزت خدمت انشاءالله خلاقت بجا میاری. رضا الله فی رضای زوج
پیغمبر گفتن رازگی خدا در رازگی شوهره و غضب الله فی غضب الزوج و غضب خدا گفت در غضب پدر و شوهره. کدام زنی که میگه اگر شب شوهرش کار کند دعوتش کند نزدش سرکشی کند تا دمیدن صبح لعنتی خدا بر همون زن است. تمامی فرشته ها الله همون زن لعنت بکرد که برای شوهرش اطاعت نکردنش. اگر نگه شوهر تمامی وجودش چی شود یعنی یاره شود تمامی وجود زخم شود به زبانش تازه کند حقی خداخواست شوهرش ادا کردی نیست. یاد نبرد این زن ها زن خداخواهد جنتش است شوهر است. جنتی بر بچه ها پدر و مادر است. یاد نبرد شما بچه ها هم اگر نماز خود طاعت که عبادت کن پدر و مادرتون ناراضی باشد بیکار است. آره نشو نماز هم خدا قبول نمیکند چون که رازی رضا الله فی رضای والدین رازگی خدا در رازگی پدر و مادر است و غضب الله فی غضب الوالدین غضب خدا در غضب پدر و مادر است. یاد نبرید اگر خدا خواهد پدر و مادر چی دعا کنند میگیرد. عزیزان من آگاه باش هوشیار باش. از 3 دعا پیغمبر گفتن حذر کنین. 3 دعا یکیش دعای پدر و مادر یکیش دعای مظلوم سومیش دعای مسافر. پرهیز کن بین اینها و بین الله حتی پرده نمیشده است. چی دعای کند الله اجابت نکند به زودی خدا خواهد بالای شما میآید. اگر شما خدا خواهد امروز پدران آزاد از بچیکاتو میکشید آنچه کردی با پدر بینی او را از پسر. خدا خواهد بچه 10 سال بعد 15 سال بعد کلون میشود فوتبال میکند دست برداشتاشی پاچکه میبرداره انشاءالله. یک تا زداشی 10 تا میزند. این حکم شریعت است. آکی پدر و مادرش نگاه همین دنیا نخدا میداد است و آخرت نمیمونه شده. همین دنیا الله سبحانه و تعالی نشان میتیه بعد پشیمان میشه بعد افسوس میخوری لیکن چی فایده. این جهان کو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. این جهان نیست یک کو است وقتی که کو میبرای اگوی صداش میگرده همین کارهایی که دیدم 10 سال بعد 15 سال بعد جواباش میگیری خدا خواهد انشاءالله. یکی وقت میگذرد ساعت میگذرد انشاءالله پشیمانی چی در کار برد و پشیمانی ها سود نمیکند بعد دیگر جوان نمیشوی. مبادا پدرت وفات کردگی باشد مادر در دنیا گذشته باشد و این نمی آید دیگر محل گشته نمی آید دوباره. صدها زنی سری خود به سنگی خورد صدها سر در سنگ آزد لیکن گشته نمی آید یا بیاید. یکان تشهتش اومده است یکان قسم مادرش اومده است نمی آید. یک بار دنیا اومدن است یک بار رفتن است. در همین دنیا باید خدا خواهد انشاءالله خدمت کنین. در همین دنیا حرمت عزت انشاءالله خدا خواهد. شما حرمت نکنه کینده در کار است. تو مادر حرمت نکنی مادر شما کینده در کار است. طوری پدر شما حرمت نکنه کینده در کار است. باید که شما قدرش نرسه باید که شما حرمت چو کنه عزت چو کنه انشاءالله خدا خواهد چون که میکنن انشاءالله درجای بلند میابین. اگه خدمت های روز برای چی خدمت نمیکنن جواب شما میگیرم انشاءالله خدا خواهد. جوابی همین سوی که دخترهای که تادی شوهر نمیکنن شوهرهای که تادی پدر مادر نمیکنن زندگی تلخ است. همش یگانه به عبادتی است همش یگانه به نمازی است. عزیزان من کدام وقتی که شما نماز میخونین انشاءالله خدا خواهد عبادت میکنن این قدری چیزا نمیرسید. این لحاله نشید. این گپی ما و شما از این گوش میدرد از این گوش میدرد زن خیلی است کلت میجنبانی بعد سهر نمید که با اون کارش است. بحرام گفته یک بزرگی اولیاء الله است قبرستان میدراید قبرستان میدراید که یک چند سرها بالای خاک ایستادگی است. یک چند سرها بر نیزش نمیگیرن و یک سر نمیزنن ای گوشش میدرد ای گوشش میبراید بعد دورش میزنن و در دیوار میزنن پچکش میکنن. یک سری دیگر نمیزند که نمیدراید مجبور به پای خودشو زدن پچکش میکنن. سیوم سر نمیزنن که نیزه در مابین سر میستد بعد میگیرن همون سر بوسه میکنن و بالای دیوار میمونن.
اطراف اینو موریداش بودن، گفتن حضرت چی کار کرده؟ گفتن یک سر زده